تو اجابت هم ز توست. یعنی چی؟ یعنی این گروهی ریستارتی هستن که میشینن دارن زندگیشون میکنن، هرچی پیش آید خوش آید. اگر غذا نیومد صبر نمیکنن، غذا نیاد شب گرسنه باشه میگن واو چقدر خوب گرسنگی میکشیم، معده‌مون خوب میشه، دست درد نکنه. هرچی براشون پیش میاد صبر نمیکنن و خوشحال نمیشن. میلیارد بدی شاد نمیشن، میلیارد ازشون بگیری غمگین نمیشن، چون میدونن تو یک قطاری سوار شدن که قراره در این کره زمین از مقصدی تا مقصدی بره و از بالاند و بالا میروند. اینها که زیر مجموعه صوفیان جهان و وصلن به صوفیسم، این ریستارتی سراسر جهان میدانن که هم دعا از اوست، اجابت هم از اوست. یعنی تو خونه نشستن یک رادیو میارن براش و میگن بذار روی موج، میذاره و حاجتش بهش میدن. پس شما ریستارتی اگر بخواین دنبال برآورده شدن حاجاتتون باشید، این جمله غلطه که پس دعا از او اجابت هم از اوست. زیر سواله. شما زندگیتو کن، اون چیزی که میدونه رو زرتشت تو منجنیق گفت. جبرئیل اومد گفتش که حاجتی داری برآورده کنم؟ نه اینکه چیزی به من یه حاجتی بیاد. جبرئیل مستقیم اومد گفت قربان حاجتی دارید، دستوری دارید اطاعت کنم؟ گفت آیا اون خوشگله منو داره میبینه یعنی صوفیست؟ گفت بله. از تو کمک نمیخوام بگم، اون خودش میخواد، اون دوستان رو آتیش میخواد من آتیش بکشه بیرون، لازم نداره، او تصمیم گیرنده است. پس یک ریستارتی هر چی به صوفیسم نزدیکتر میشه دعاهاش کمتر میشه، دنبال برآورده شدن حاجاتش نیست. اون چیزی که اون میبینه و صلاح اینه بهش میده. پس دعای احتمالات، دعای اتصالات و دعای اهل تصوف تقسیم بندی بود که در این برنامه برای شما انجام دادیم. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. به هر حال مردم کره زمین باید بدونن راه نجات صوفیسمه، اونم متاسفانه مهربان ترین آدمه. اگه این برنامه داری گوش میکنی یه بار امتحان کن و فکر کن مخالف ما یا موافق ما، مثلا مهم نیست. یه بار بشین فکر کن، بعد میبینی که اون صوفیسمه، عاشق همین 8 میلیارد هست، اما دستش بسته است. فرمان او به الله در این چند هزار سال این بود دخالت نکن ای محمد، هر که رو بخوام من نجات میدم، هر کی به سمت تو دستش نیاز به سوی تو کرد دراز بگیر دستش. تو دست دراز نمی کنی، تو تبلیغ نمی کنی، تو خودتو معرفی نمی کنی، تو نمیگی منم. پیامبرا میان میگن ما از طرف خداییم، شما هیچی نمیگی. هر کی که در جهان هر دینی و هر اعتقاد سیاسی وقتی که یک لحظه در دعای اتصالات وصل شد، اون وقت میشه آتئیستی که وارد دعای تصوف و عرفان میشه و دعای حقیقت و ما نجاتش میدیم و تو هم کمکش کن. دست صوفیسم بسته است، تو باید بخوای. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. بدرود.